آیا می‌دانید آگاهی چیست؟ خب، به زبان ساده آگاهی چیزی است که آگاه است. آیا بدن شما آگاه است؟ نه. آیا مغز شما آگاه است؟ پاسخ نه است. در واقع هیچ چیز در این دنیا آگاه نیست. حداقل نه آن آگاهی که به شعور خداوندی تعبیر می شود. میترا هنگام ترک زمین گفت تا زمانی که آماده سفر نشده اید می توانید با قدرت ذهن خود با من باشید و من را در درون خود حس کنید و به خوبی درباره افکار بی حد و حصر خود آگاهی فکر کنید. ریشی های باستانی در هند آن آگاهی را برهمن یا پارابرهمن نامیدند، در حالی که دیگران مانند یوگی ها آن را شیوا یا پاراشیوا نامیدند و دیگران نیز آن را خدا نامیدند. در واقع از آنجایی که آگاهی بیشکل است، مردم برای اتصال و درک به آن مشکل داشتند. همانطور که شاهد هستیم مسیح برای فهماندن کوچکترین موضوعات به مردم مثال میزد. بنابراین پسران نامی برای آگاهی گذاشتند و به مردم آموختند که آن را به عنوان موجودی انسان نوا با شیوه خاصی پرستش کنند. این کار به انسانها این امکان را میداد که به طریقی به جوهر واقعی خود متصل شوند. اما بردگان زرنگتر از همین روش استفاده کردند تا دیگر بردگان را به بردگی بگیرند و این گونه شد که هزار تویی از بردگان ساخته شد، به طوری که امروزه انسانها فقط و فقط بین سطوح مختلف زامبی زندگی می‌کنند و در نوسان هستند و هیچگاه نمی‌توانند به تشخیص آگاهانه از واقعیت بپردازند، زیرا آگاهی وجود ندارد و شواهد و مدارک باقی مانده‌ای که می‌توانست آنها را هدایت کنند نیز به شیوهی خاص نابود شد. در اینجا با یکی از کلیدی ترین افراد تاریخ برخورد می‌کنیم، کسی که آنقدر دانش بالایی داشت که به او لقب ابوالکاتبین یعنی پدر کتاب‌ها و لقمان الحکیم یعنی مرد خردمند داده بودند. بهروز خوشنودان، کسی که 16 سال از زندگیش را صرف دانش میترائیسم و زرتشتیت کرد. کسی که خودش نگهبان آتشکده و پدرش از بزرگان زرتشتیت بود. او ایران را ترک و با یکی از بزرگان امپراتوری روم ملاقات کرد. بعد از مدتی توسط یک یهودی به عنوان برده به پیامبر اسلام معرفی شد و او هم بهروز را خرید و سپس او سلمان پارسی لقب گرفت، کسی که همراه و همدم پیامبر اسلام شد. توجه کنید که چگونه این علمی که او در طی 16 سال آموخته بود اعراب را شگفت زده کرده بود که این گونه القابی به او دادند. و متعاقباً تأثیر حضور او در اسلام را به وضوح در زمان نماز صبح، چرخیدن به دور مکانی مقدس، تشابه بیش از حد کعبه اعراب با کعبه زرتشتیان، سنگ یادگار میترا که اکنون در مکه است و آنها معتقدند که از بهشت به زمین افتاده، و حتی لقب میترا. و بسیاری موارد دیگر. برای مثال کدهای مخفی فراوانی وجود دارد که شاید هر روز میبینی اما درک نمی‌کنی. همانطور که باید به آگاهی برسی تا بفهمی مسیح چه میگفت. یک نمونه آن در سوره شمس یعنی خورشید دیده می‌شود. آنگاه که به روشنی، روشنگری یا آگاهی رسیدی، خواهی دید که زمین صاف است و اکنون رستگار خواهی شد. چرا؟ چون به آن آگاهی رسیده‌ای که فهمیده‌ای زمین اصلی صاف است که هر کس آن را پاک گردانید. ویدیوی اسرار فراماسونری دقیقه 29:52. البته اگر به یاد داشته باشید ما در ویدیوی ماهیت واقعی وجود انسان گفته بودیم که اشتباه نکنید، منظور ما از خواندن این قسمت از داستان پیدایش این نبود که جایی که زندگی می‌کنی کروی نیست. نه، موضوع مهمتری در میان است.
آری، در نهایت این دانش باید محو شد. اما حقیقت این است که جام مقدس صحیح و سالم است. بنابراین کسانی که میخواهند نجات پیدا کنند باید بیدار شوند. باید خود واقعیشان یعنی آگاهی را بشناسند که از ایگو جدا میشود. فراموش نکنید چیزی که وجود ندارد این شخصیتی است که ما معتقدیم هستیم. آیا تا به حال رویای شفاف را تجربه کرده اید؟ آرزو میکنم که به سرزمین عجایب برسم. یعنی زمانی که خواب میبینید اما خودتان متوجهید که در حال خواب دیدن هستید. در اینجا یکی از ترفندهای ماندن در رویا این است که آگاهانه خود را در آن غرق کنید. خود را در حواس رویا غرق کنید و رویای شفاف خود را تصویر کنید. در واقع آنقدر این لذت بخش است که دوست دارید بیشتر غرق این رویا شوید. اکنون واقعا در خواب هستید اما زندگی را آگاهانه تجربه می کنید و این در حالی است که امواج مغزی شما کند و در پایین ترین حالت فعالیت خود قرار دارد. اکنون تنها کافی است که ادامه دادن را متوقف کنید تا از این خواب بیدار شوید. خب در واقع چیزی که ما زندگی واقعی مینامیم نیز همین گونه است. به نوعی راه رفتن در خواب است و فقط کافی است که صبر کنید و ادامه ندهید تا از این خواب بیدار شوید. شما نه بدن خود هستید و نه نیروی حیات در آن. شما همان آگاهی هستید که بر هر دو مقدم است. آگاهی که شعور خداوندی است و از خداوندی می آید. آگاهی که در زندانی ترسناک به نام بدن اسیر است. اما ما از این نیروی حیات به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به آگاهی استفاده خواهیم کرد. ممکن است بسیاری از شما از دست کسانی باشید که به دنبال آگاهی هستید و شاید برخی از شما مدت هاست که انواع مراقبه را انجام می دهید و شاید گمان هم می کنید که به وضعیت نهایی آگاهی رسیده اید. اما واقعیت این است که همه اشکال معنویت نیاز به بیدار شدن انرژی کیهانی دارند که در هر موجود زنده به صورت ذاتی نهفته است. بیداری که با نام کندالینی می شناسید. سامادی، نیروانا یا مکتی، هر نامی که بخوایم به وضعیت نهایی آگاهی بدهیم، همیشه نیازمند بیداری کندالینی است. این بیداری دقیقاً مترادف ناخودآگاه است. شما هرگز نمیتوانید به وجود خود واقعیتان پی ببرید مگر اینکه تمام بخش‌های ناخودآگاه هویت واهی شما برایتان آشکار شود. حقیقت این است که تلاش برای توضیح رمز و راز آگاهی از طریق روش‌های علمی بیهوده است. مثل این است که در رویایی باشید که در آن شخصیت‌های رویا سعی می‌کنند ماهیت رویا یا آگاهی را با ابزار رویا، حواس رویا و قوانین رویا حل یا تشریح کنند. این هرگز کارساز نخواهد بود مگر اینکه بخواهند از ناظر رویا به جای خود رویا بیننده سوال کنند. آری، راه‌هایی که اغلب برای کشف و توضیح حقیقت استفاده می‌شوند در واقع بخشی از توهم هستند. ماکس پلانک، پدر فیزیک کوانتوم و برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1918 گفت: علم نمیتواند راز نهایی بشریت را حل کند و این به این دلیل است که در آخرین تحلیل به این رسیدیم که خود ما بخشی از معمایی هستیم که در تلاش برای حل آن هستیم. بنابراین باید به آگاهی رسید، زیرا علم نمیتواند پاسخهای نهایی را به ما بدهد، زیرا محدود به قوانین خودش است که همه چیز را باید به طور عینی مطالعه کرد. اما می توانید با آگاهی از تمام بخش‌های ناخودآگاه وجود محدود فعلیتان به عنوان این بدن، ذهن، متوجه شوید که آنها آن چیزی نیستند که واقعاً هستید. بنابراین به دنبال منبع سوژه تجربه کننده، یعنی من باشید. فراموش نکنید که خود واقعی شما خداست، تجلی نیافته. بنابراین دوباره به هویت کنونی یعنی جسم باز می‌گردید. هیچ راه فراری نیست. اینجا زندان توست. اینجا تبعیدگاه توست. اینجا خانه تو، سرنوشت توست. اینجا همه چیز تکرار نیست. اینجا جایی نیست که خدا آفرید.
در چند ویدیوی قبل کاملا توضیح دادیم که چگونه همه چیز در این جهان در حال تکرار است. و در قسمت اول پسران میتراس دیدیم که انسانها هم از این قانون جدا نیستند. این را در سخنان مسیح هم میتوان دید. حواریون از عیسی پرسیدند: علمای دین میگویند که قبل از مسیح الیاس باید بیاید. و مسیح پاسخ داد و به آنها گفت: به شما میگویم که الیاس قبلا آمده است و آنها او را نمیشناختند، اما آنچه را که فهرست کرده بودند با او انجام دادند. آنگاه شاگردان فهمیدند که او در مورد یحیای تعمید دهنده صحبت می‌کند. هرچند که پیش از این مسیح در جمع مردم یحیی را خطاب قرار داده و گفته بود که این همان کسی است که در مورد او نوشته شده است که اینک من رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را در حضور تو آماده کند. توجه کنید، الیاس نبی دوباره به زندگی بازگشت، اما در جسمی دیگر به نام یحیای تعمید دهنده. بله، همانطور که متوجه شده اید در برخی از ویدیوها به میترا و از طرفی به مسیح اشاره کرده ایم. این به این دلیل است که از سال 2018 یعنی قبل از انتشار ویدیوی اسرار فراماسونری در حال مطالعه بر روی این دو شخصیت مهم بودیم. و البته اگر کمی درباره عیسی ناصری جستجو کنید خواهید دید که تنها ما نیستیم که کنجکاویم و سوالات زیادی درباره او وجود دارد که ذهن مردم را مشغول خود کرده است. سوالاتی ماننده: آیا عیسی قومیتی ایرانی دارد؟ چه چیزی میترا و عیسی را به هم ربط می‌دهد؟ عیسی شاهزاده ایرانی. 3 دلیل که مگی‌ها ایرانی بودند. آیا عیسی داستان تولد میترا را دزدید؟ میترا و عیسی 2 روی 1 سکه. و بسیاری سوالات مهم دیگر که افکار شما را به چالش می‌کشاند. اما واقعاً چه چیزی باعث شده تا این سوالات به ذهن مردم خطور کند؟ آیا فقط به این دلیل که داستان زندگی آنها دقیقاً شبیه هم است؟ و یا شاید فکر می‌کنید که آنها هر دو یک نفر بودند که در 2 زمان مختلف و در 2 مکان مختلف ظاهر شدند. اما اینها را فراموش کنید و به این گوش کنید: او 3 مرتبه با 3 شخصیت مختلف و در 3 مکان مختلف برای نجات بشریت ظاهر شد. شاید مهمترین چیزی که درباره او نمیدانید این باشد که مسیح بر روی صلیب کلمه‌ای کلیدی از پارسی باستان به زبان آورد. گروهی از دانشجویان فیلمی کوتاه آماده کردند که به شما کمک می‌کند تا بهتر با ماتریکس آشنا شوید. سفباره. گفتم واستا. ما این فیلم کوتاه را به فارسی دوبله کردیم و در وبسایت ما می‌توانید تماشا کنید. لینک در قسمت توضیحات قرار دارد.